دیره که جناب حکیمی سب کردین شما ما قبل از اینکه با او بیایم چند نکته را لازم میدونم یادآوری بکنم. اول اینکه ما هیچ وقتی نباید در میدانی که طالب طرح کرده در او بازی بکنیم. میدانی که طالب طرح کرده یکیش نمیسته که من صاحب دین هستم، پس تو برو یک چیز غیر از این به هیچ عنوان هیچ نمایندگی از دین نمیکن. مگر مردم افغانستان قبلا مسلمان نبودن؟ مگر دین طالب آورده در اینجا؟ مگر همی پدر مادر خود همی طالب مگر این مسلمان نبوده؟ پدر کلان و مادر کلان اینا مسلمان نبودن؟ پس این کشور کدام کشوری است که تازه به دین آمده که اینا برای ما میخوان دین نشان بده؟ قرنها و قرنهاست که این کشور مسلمان شده و این کشور به یک ترتیبی با دین اسلام آشناست و علمای بزرگی چون امام ابو حنیفه از دل این خاک آمدن. یکی این. دو، نباید ما در دام بازی کوچک قومی طالب بفتیم. یک قلمش همیشه خانم پارسی گرامی گفتن که ظلمی که داره انجام میته و قنداری هم انجام میته، با تاجک هم داره انجام میته، و پنشیری هم میکنه و پروانی هم میکنه به اینا. بعضی جایی به ترتیب گفته میشه، بعضی جا گفته نمیشه، بعضی جا دیده میشه، بعضی جا دیده نمیشه، بعضی جا کم است، بعضی جا زیاد است. اما ظلم طالب بالای همه مردم ما و شماست و تعریف کرده و تلاشش نمیست که بیای خدا به یک ترتیب و ما را متفرق بسازه، قصر قومی بسازه، قصر به یک ترتیب کوچک بسازه. و این بازی بوده که از ابتدا انجام داده. و اینجا خدمت شما ما چند چیز یادآور میشیم. یک، ببینین چرا وقتی که حساس است، وقتی کلمه به نام جبهه مقاومت ملی، مقاومت مردم افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و جبهه متحد ملی افغانستان یاد میشه، به تمام یا طالب یک چیز اضافه کرده، یک چیز از او گرفته و یک اصطلاحی را خودش آورده. مثلا در ابتدا وقتی که مبارزه کردن در مقابل استاد شهید قهرمان ملی، یک حکومت مشروع که استوار به یک اصل اسلامی و شرعی آمده، در مقابلش آمدن گفتن اینا گروه شر و فساد هستند. چرا؟ چون میخواین روایتی را خلق بکنن که مشروعیت به یک ترتیب از بین ببرن. آمدن در اینجا یک چیز دیگه که تا امروز در ادبیات سیاسی حتی جهان مطرح شد در امو زمان با کمک پاکستان، اتحاد شمال. چرا این کار کردن؟ که حسی را در افغانستان ایجاد بکنن که یک بدنه را در مقابل خود چه بکنن؟ خنثی بسازن و قصر شمال و جنوب بسازن. چون کسی در افغانستان از چنین تفکر حمایت نمیکنه. عقل سلیمه. او اگه پشتون است، او اگه ازبک است، او اگه تاجک است، او اگه هزار است. پس راهش چیست؟ که بری به موارد و مسائل دست بزنی که حساسیت های قومی و منطقه‌ای و ولایتی و اینا را ایجاد بکنی. چرا؟ تنها در اینی وقت است که باز اونا میتوانند که یک حسی را ایجاد بکنن و بخواین که از او سوء استفاده کنن، اختلاف اندازن. دوران جمهوریت شما به یاد داریم کل وقت طالب یک گپش بود که اداره کابل در حالی که جمهوری اسلامی افغانستان برآمده از آرای مردم افغانستان، برآمده از یک به یک ترتیب لوی جرگه‌ای که نمایندگی از مردم افغانستان کرده بود، با تمام ضعف و قوتی که بود آمده بود. یک وقت ما در تهران امروز آقای متقی صحبت داشتیم، آمده بود در اموز راه شرایط، شما حتما خبر دارین، سال 2022. بعد از اینکه بحث زیاد شد مرا گفت که امی چرا نمیایی خودت افغانستان؟ مثل که مخالف آقای غنی بودی به عنوان یک مخالف سیاسی، عالم بیا مخالف سیاسی شد. من گفتم عجب گپی زدی آقای متقی، من دقیقا امیره میخوام. اما من و آقای غنی با تمام تفاوتی که داشتیم در یک مسئله بی‌نهایت اساسی توافق نظر داشتیم. او ای بود که امیر رسیدن به قدرت و رسیدن به اون نقطه‌ای که او شوه حاکم و من شوم به یک ترتیب امو مخالف یا اپوزیسیون، از مجرای باید باشه که بردوی مقابل قبول.
حتی اگر نمیدانم که تقلب است مسئله است، او هر چیزی که باز از سازوکار خودش داره. او به نام انتخابات بود. مردم تعیین کردن که او حاکم شوه، من به یک ترتیب اپوزیسیون. اگر خودت میپذیری بیا بپذیریم یک معیاری را که او مردم باشه، مردم انتخاب بکنه. گفت انتخابات در اسلام جای نداره، انتخابات در اسلام جای نداره. ما روی کردم به دوستا و اینا گفتم خوب است که خیلی کشورهای اسلامی که انتخابات دارن مثل ایران خیطابال یا نمیفهمیدن که کارشون کفری و غیر اسلامی است. امیدوار هستم اینا خیاط بگیرن دیگه کار نکنن که مجلس یک مقدار چیز. قصه ای که وجود داره خواهرها و برادرای بزرگوار ما که ما نباید در دام این روایت ها بفتیم. آلی هم میگن که اول آمدن مقاومت ایجاد شد. او مقاومت کجاست؟ یک مقاومت زیر کمپل است دیگه، یک چیزی هست و فلان است، هیچ وجود این خیر و خیریت. وقتی که جبهات آرام آرام جان گرفت، صدای من رو میشنوین؟ صدا یک دور قطع شد. الان درست میشنوم. این خب مقاومت زیر کمپل بود. پس این لشکرکشی که شما از پروان و کاپیسا و پنشیر و بغلان و خوست و بدخشان میکنین، پس این به چه خاطر است؟ ما مقاومت زیر کمپل بودیم، این وجود نداشت، یک چیز نه. ببینید همیشه میخواین از هانده و طرف مقابل از او چیزی از بسیار خرد نشان بدن. چرا؟ این همی راهی است که او پیروز میشه. اختلاف اندازن، روایت به یک ترتیب حاکم ایجاد بکنن و با ظلم و توحش. رفت یک مقدار پیش، وقتی دید که نه دیگه پت نمیشه، اینجا سردارا و سربازها و افسرها و نیروها و به یک ترتیب قهرمانهایی که هست در دل کوهها، در دل سنگها، در دل به یک ترتیب آب و آتش خود در سخت‌ترین شرایط نگاه کردن، استاد هستن و مبارزه میکنن. آمد این را تغییر داد که نه خیلی مقاومت زیر کمپل نیست، مقاومت نیست بغاوت است. خب باقی خودت هستی، در مقابل حکومت مشروعی استاد شهید بغاوت کردی، در کنار دیگه چیز استاد شدی. اسامه بن لادن اصلا امریکا را پایش خود وطن تو کشوندی. 6 سال از افغانستان را تباه خودت کردی، نابود کردی هر آن چیزی که. این مسئله سوم از جمله مسائل اینمیسته که در قسمت جنایتی که طالب میکنه میخوای رو بسیار کم نشان بده. نه چیزی نیست، یک فرمانده از دل خودش کرده ای کاره، یک جا نفهم ناموس و عزت مردم گرفتن خودش کرده، ای کار ما نیست. تمام بچه های و جوان های ما را چشم بسته کردن، تیرباران کردن، ولی این گپ از ما نیست یک نفر دیگه کرده. نه، تمامش سیستماتیک است. در مسائل نمیفهم خرد و کلان او از او رهبرشان یک دستور میته تا آخر نمیفهم که دیگه اما خوست و هرات و بدخشان و بادغیس و پنشیر اینا باید تو فرمانده و نفرش انجام بده. در او که است باز یک دست هستن، در جنایت باز یک دست نیستن. در جنایتی که امروز در افغانستان میشه از هیبت الله شروع که دست داره تا او سربازی که هست و سباروز پیش مردم و پیش خدا یا باید پاسخگو باشن. شاید فکر میکنن که یا در راه خدا هستن، اما خدا به یا به یک ترتیب باز میبینه که دمی دنیا و او دنیا نشان میده که اینا چه ظلمی میکنن، چه توحشی میکنن و چقدر در راهی هستن که کاملا خلاف امر الله هست. در طرف مقابل کی وجود داره؟ این طرف خواهن طالب از جنایتش هست، فهمیدیم که مزدور هست، آجندای خارجی را آورده، ظلم و شکنجه که انجام میده. پس اینی وقتی ماهیت طالب است که در اسلام هیچ گونه ریشه نداره، از انسانیت چیزی نمیفهم، قانون و قواعد بشری و اسلامی و به یک ترتیب جهانی را اصلا برش احترام نداره و دیدگاه ملی و دیدگاه به یک ترتیب کلان اصلا درش وجود نداره و اصلا برنامه برای آینده وجود نداره پیشش. یک رودمپی که مردم بگن خب برو اینمی 4 سال بعد من میفهمم طالب چه میکنه. امی احمد شرع با تمام اونمو عواقب گذشته و امون نمیفهم که تاریخچش، خب انصافا که بیایم بگیم یک نقشه را آورده امروز و مردم سوریه که بدش میبرد میگه خب برو حداقل میفهم که امروز یک قسمت 5 سال بعد اینی گپ این که چی میشه چی نمیشه ویش کار نداره. اما
حداقل قصه است که یک نقشه را تعیین کرده، حق مردم را رد نکرده، گفته اینی حق مردم، اینی دیالوگ بین ترتیب بین سوریایی و اینی دیگه ای دیگه. اما طالب آمده گفته مستم و بس، خلاص دیگه کسی آدم نیست، من میفهمم که بالاخره نتیجه چیست. اینی چیزی است که طالب از خود تعریف کرده. جناب حکیمی صاحب، از طرف دیگه ما کیستیم؟ ما خود چه تعریف میکنیم؟ اینی جا مسائل است که ما تمام دردی که خواهر ما، برادر ما و خواهرها و برادرای ما در طول این 4 سال ازشان شنیدیم و آن چیزی که امروز از این خواهر و برادر شنیدین، من براتون میگم که یک بخشی از یک داستان کلان است. آنقدر ظلم ها و فجایع کلانتر کردن که نه در کلام نمی کنجه، زبان توان گفتنش نداره. من میدانم بسیار چیزایی است که خانم پارسی شنیدن در امو زندان ها، دیدن در امو زندان ها، نمیگن، عزتشان اجازه ندن و آنچه که سر این ملت و میه. امو برادر ما گفتن نمیتونن سر این ملت چه آمدن. خب امو به یک ترتیب یک شرایطی از وطن ما شما بهتر میدان. خب به هر حال جنایت طالب میدانیم. با تمام این جنایت ها و دردها تعریف ما چیست؟ آیا ما یک مجموعه، یک ملت مردم هستیم که طالب که گفت که مثلا من میایم 30,000 میبرم در پنجشیر، گپ ما میشه پنجشیر؟ طالب که آمد گفت که من نماینده دین هستم، با اینمی کارم میگیم نمیفهم خیلی ما از دین تیر از این به بعد دیگه خدای در دنیا وجود نداره، ما با سیستم کاملا لایق میریم پیش. طالب که آمد گفت من تمامی قواعد قبول ندارم، ما میگیم خیلی من قبول ندارم، تو که زدی من میزنم. یعنی ما مبارزه ما به خاطر طالب و همون نفرت از طالب نیست، بلکه به خاطر به عشق به آزادی، عدالت و یک سلسله اصول است، از جمله دین ما. اینیش از بزرگوارا که مهمترین بخش صحبتم است و خوب خواهش میکنم توجه بنمون. وقتی که ما از داخل خود جبهه، از بخش فرماندهان عزیز جبهه ما، از همینجا یک خواهر عزیز و گرامی ما وجود داره، بانو سیاره دشتی، شوهرشان دیگه شهید شدن، جز اولین شهیدای مقاومت دوم هستند. یکی از کسایی که به من اعتراض کرد همین بانو بود که شما چرا این کار میکنی؟ بسیار قهر کرد، اعتراض کرد. وقتی که بیشتر از دیگه 50 نفر آزاد بکنین، در مقابل ما ای اسیرای تا نمیتیم. طالبا اینمی قسم پاسخ دادن که ما یک اسیر زنده کار نداریم، بکشه کلش، ما هیچ حاضر به گپ زدن نیستیم. دل طالب به مو خودش نمیسوزه، دل طالب به مو سرباز خودش نمیسوزه. ما به اسیرای طالبا گفتیم که اینی قصص، اینی جواب طالب به شما، اینمی حالت از این آمدین دیدین، آیا دیگه کفر دیدین؟ نه. آمدین اسلام و ایمان امی بچه ها و قهرمان ها و این سربازا و سردارای ما را دیدین؟ بله. آمدین شاهد این قصه بودین؟ اینجا هستیم ما استوار بر اصول دینی و انسانی ما. اینی هم خرچ سفرت، اینی هم امکانات سفرت، برو بخیر که ما شاگردای قهرمان ملیستیم، در اون مکتب هستیم. رهایشان کردیم، خستن رفتن. و وقتی که پیلوتارم دیگه ما گرفتیم، چون او پیلوتا اهمیت بیشتر به طالب داشتن، پیلوتایشان بودن، ما هم یارم گرفتیم. یک مدت طالبا بازی کردن، میخواستن زمان بخرن، جایشان پیدا کنن. اینا دیگه گفتن چرا نه خیلی شما لیست بتین، شما کی از در کجاست؟ امو کسایی را که ما لیست به طالب داریم که مبادله شوند با امی پیلوتایشان، اموار قیدشان 6 برابر 10 برابر بیشتر کردن. امو هم یک اشتباه بود، گفتن ایج ما مبادله نمی کنیم، بکشینشون. حالا ما دیدیم امی به یک ترتیب پیلوتا امینا ای اسیر و اسیر کشتنش در اسلام مطلق جایز نیست، مطلق جایز نیست. دیدیم چاره نیست، ما دیگه با منم پیسه دادیم، گفتیم بخی برو به در طرف خانه و زندگی دیگه نیا این طرف. اینی برخورد و شیوه است و این یک خشم داخلی هم در بین یک ترتیب بعضی عزیزای ما در همین خدمت شما در رابطه با همین خواهر ما بانو دشتی هم گفتم که کاملا یک خشم قابل درک است. اما استادگی ما با اصول ما را نسبت به طالب متفاوت و یک ترتیب متفاوت می سازد. فرق ما و شما و مبارزه ما با طالب که جنگ طالب جنایت بود، مبارزه ما و شما
به خاطر آزادی و مبارزه ما یک مبارزه آزادی بخش و خاطر عدالت طلبی است. فرقش اینه که او به این اصول پایبند نیست، اما اگر ما اون کار انجام بدیم مثل او، ما مثل طالب میشیم و کسی نباید ما احترام بکنه و ما را تعقیب بکنه. امی بود که ای برخورد. هیچ وقت هیچ اسیری که از جبهه، همون اسیرایی که شما دیده باشین وقتی که اول ما دستگیرشان کردیم، لاغر روز آخر که رفتن نام خدا خوب چاقم شده بودن، همون اسیرا و پیلوتا. همین فرمان باری آمدم وصل شدم، یک حادثه بسیار دردناکی در هرات اتفاق افتاده بود که یک خواهرم و مورد ظلم یک جنایتکار طالب قرار گرفته بود. ما آمدم در توییتر، دیدم در توییتر دور باش از شما و عام مردم یک مجموعه بسیار قلیلی، اما امیر دیدم بحثشون این بود که خدا را شکر ما که دیدم از امی بایی که بلور شده و بالاخره درست واضح نیست، خب مربوط تو اینی قوم است. یکی دیگه نشته کردن نه ما میشناسیم میره در هرات و یک ترتیب همسایه ما اینا را میشناسن، ای از اینی قوم است خدا را شکر. یکی دیگه نوشته کرده بود که نه برادر، اطلاعات طالبا که پسان نشکردن ای از اینی قوم بود. خدا شاهد است که یکی سخت‌ترین روزهای زندگیم بود. مگه فرق میکنه او از کجاست؟ مگه فرق میکنه که او کیست؟ ما چقدر همین اخلاق در حال سقوط از در سطح کل دنیا که برای ما باز به اینی چیزا به یک ترتیب دل خوش کنیم که برو اگه از اینجا نبود اینجا بود مسئولیت ما رفع میشه. چرا این حالت سر ملت و مردم ما به یک ترتیب آمده؟ باید خون بگیریم همه ما استاد شویم به خاطر ای که عزت او، سلامت او، مسئولیت تک تک ما و شما زن و مردی سرزمین از هر کجایی که هستیم. و این دقیقاً چیزی است که طالب میخواد. خب ما اسناد موثق داریم با ریشه‌های بسیار دراز ششتن. نام یکیش از رقیه پنشیری، نام دیگهش از وجیه نمیفهم هراتی، نام دیگهش از نمیفهم که دیگه شنکای نمیفهم قنداری، یکی دیگه از یک نمیفهم گلاله نمیفهم ننگرهاری، یک چیز. کل ریشدار امی قسم ششتن هدف ضربه زدن به اینمی ستون فقرات اتحاد انسجام امی کشور. چون میدونه کشور که متحد و منسجم باشه او را میزن. یکی همه شمایی که امروز در امی اسپیس جمع شدین و اولین بار است من یک اسپیس وصل میشم، مسئولیت وجدانی دارین، مسئولیت دینی دارین، مسئولیت تاریخی دارین که یک خط انتخاب بکنین استاد شین. یک وقت یک چیز شنیده بودم نمیفهم که بالاخره چه قسمی که امروز در شرایط کشور چیزی به نام بی‌طرف وجود نداره. یا ما با حق هستیم یا باطل، نیست خط میانه وجود نداره. خواهران و برادرای گرامی، این قصه نیست که کسی باید یا احمد مسعود خوش کنه یا مثلا هیبت الله ره. نه خیر، اینجا مسئله افغانستان است، انتخاب بین آزادی است، بین عدالت است، بین آینده و سلامت افغانستان است و این ظلم و وحشت امروز. پس یکی چیزاست که ما در دام اینی بازی ها و این قضایا قرار نگیریم. نکته دوم، بسیار وقتا بعض موارد و مسائل مثل مسئله همین قصه تصاویر خانم‌های طالبان میآید که آن چیزی که در ذهن ما از استوار به اینمی اصولی است که یک درد کلان ملت ما میبینند، اما هیچ وقت نگذاریم دردها و رنجها و ظلمها ما را از اصول ما دور کنند، وگرنه ما مطالب میشیم. یکی ده ممکن است این حرف ما بسیار بگن که یک حرف یک احساساتی است فلان است. نه خیر، اصول است. از او عدول کردن قابل پذیرش نیست. اصول ما باید برای کشور و مردم مهم باشه. نکته آخر، مسئولیتی که داریم، سکوت، مصروفیت و امروز خانم پارسی عزیز ما سر کار است. معیشت زندگی مدمو غرب زندگی کردم یک مدت، میدانم که چقدر شرایط سخت داره که آدم در معیشت مصروف میشه، اما معیشت و زندگی و نمیفهم مصروفیت ها ما را از مسئولیت تاریخی ما دور نکنه. مسئولیت تاریخی از سر و شانه ما و شما خالی نمیشه. کسی خواهر و برادر این وطن به ما آزاد نمیکنه، خود ما باید این وطن رو آزاد کنیم. این وقتی میشه که در کنار هم دست به دست هم بدیم. و امون یک حرف زیبایی رو ما با این خاتمه میتونم حرف من از
حکیمی بزرگوار دیگه ایره قرض میگیریم. گفت با تمام شاید که یک سلسله نقصان هایی که وجود داشته باشه اونا در رابطه با خود امی اسپیس و از مشکل تکنیکی گفتن که حوصله میکنیم، میره در ظرفیت کلان مقاومتی مردم افغانستان و ظرفیت کلان ملی ما مطرح میکنیم با تمام مشکلاتی که ممکن است هر ظرفیت ما داشته باشه. من امروز به نمایندگی از جبهه میگم به خاطر او مصلحت کلان ما، به خاطر اونو ارزش کلان ما و به خاطر او هدف کلان ما همه باید حوصله کنیم، همه باید به یک ترتیب همدیگر در آغوش بگیریم و همه شانه بتیم کار کنیم. این وطن مسئولیت یک فرد نیست، مسئولیت تنها یک نهاد نیست، مسئولیت تنها یک جبهه و یک کس نیست، مسئولیت تک تک شهروندان این کشور است. و انشاءالله به امید پروردگار با کمک همدیگه و تلاش مشترک که اینمی روایت ها را تقویه کنیم، عمر ظلم کوتاه و دوباره افغانستان آباد، آزاد و مستقل ما شاهد می باشیم. بسیار تشکر از شما.